بچه آمدیم برای آموزش تغییر گیم توربو شیائومی به قدیمی به جدید. همونطور که میبینید الان نسخه من قدیمی هستش. خیلی ساده است. اول وارد ستینگ میشید. برای اینکه این نسخه جدید فعال بشه حتما باید زبانتون انگلیسی باشه، انگلیسی یو استیت. بعد وارد کانال تلگرامی میشید. از اینجا آپدیت سکیوریتی جدید رو نصب میکنید. بعد که وارد بازی میشید سیتا فعالش کنم. میدید که با جدید تغییر کرد. این قابلیت تغییر صدا هم داره. اون توی این نسخه قبلی حذف شده بود. ما رو که میزنید قابلیت جدید دیگه هم داره. برای دانلود لینک رو داخل کامنت هست پین میکنم.